سلام، این نوبت در کانال خود ما درباره نتیجه های دوری دومی مرحله گروهی یورو 2024 چق میکنیم، جایی که گرمانیا در دور دوم ونگرها را خفه کرد. گل های موسیالا و گوندگان پیروزی دسته ناگلزمن را با حسابی 2-0 تامین کرد و بوندستیم 6 گل گرفت. همچنین در گروه ای شتلندی ها با شویتساری ها مساوی کردند. بازی بچه های تگ قلعه آلپ ضد بازیگران به ازار 1-1 خاتمه یافت. بعد این مساوی مهم برای شتلندی ها اکنون دسته استیو کلارک شانسی برآمدن از گروه را دارد. در گروه بی باشد برخورد خروات‌ها با آلبانی ها جالبیت خاص داشت. آلبانی ها در این رقابت هم نخست گلزنی کردند، ولی خروات‌ها 2 پاسخی دندان شکن داشتند. وقتی حسابی 2-1 به نفع دسته مودریچ، گمان می‌رفت که کاری بچه‌های سیلوینیو در یورو تمام شد، ولی کلاوس گیاسولا در دقیقه 5 واخوری حساب را 2-2 نمود و خروات‌ها را از 2 گل محروم کرد. یک بازی دیگر این گروه فاوریت ها را به هم آورد. این هم رقابت مقابل اسپانیا و ایتالیا بود که با پرگی با پیشتازی اسپانی‌ها پسی سر می شد، ولی هرچند فوریه سرخ ضربه جانبی دروازه می زد، دوناروما یگان توپ پشت سر ندید. بعد اینقدر عذاب و تلاش های هجومی تنها یک خودگل کالافیوری پیروزی اسپانیا را تامین کرد. خلاص که شف اساسی این گروه معلوم شد. در گروه سی هم همه در انتظار پیروزی دوم انگلس‌ها بودند، ولی دسته ساوتگیت بازی را نشان داد که قریب نتیجه مساوی را هم از دست میداد. اینقدر ستاره بارانی وطنی فوتبال باز هم ترسانه بازی کرد و از دنیوی‌ها یک گل زیبا سر داد. هرچند که انگلیا با 4 گل در صدر جدول هم باقی ماند، ولی بعد مساوی 1-1 با دنیا تنقیدات سر ساوتگیت بیشتر و بیشتر شدند. جفتی دیگر این گروه از منتخب‌های سربیا و اسلوونیا تشکیل یافته بود که ما شاهد یک مساوی دیگر شدیم. در این بازی باشد هرچند سربی‌های حمله‌ور در گلزنی تلاش بیشتر داشتند، ولی نخست گل سر دادند و بر زمین به زور گل جوابی زدند. گل لوکا یوویچ در دقیقه آخری بازی اگر نمیشد، پس اسلوونیا در گروه سی از همه زور میشد. در گروه دی باشد ما شاهد باخت دوم پی همه پولشا گردیدیم. دسته لیواندوفسکی بعد باخت از نیدرلندها در دور اول در بازی دومی ضد زور و توان افسرگی‌ها هم توب نآورد. پیانتک هرچند که به گل افسرگی‌ها پاسخ داده توانست، ولی با آمدن لیواندوفسکی به میدان افسرگی‌ها 2 گل دیگر زدند. پولشا باشد انیق از گروه برآمدن نتوانست، زیرا فرانسه و نیدرلند در یک بازی بیرنگ و نور با مساوی به گل راضی شدند. این دو گرانتی با چین نتیجه دلگیر کننده خیش البته رابرت را خفه و ملال کردند. در آمدی گپ نگولا کانته از فرانسه 2 بازی پای هم بهترین بازیگر دیدار دانسته می شود. در گروه ای باشد ما شاهد کامبک اوکراینی ها شدیم. بعد گل شرانسی اسلواکی به دروازه لونین گمان می رفت که اوکراین هم به زودی با یورو خیر خوش می کند، ولی دسته ریبروف در نیمه دوم با خود آمده توانست. بعد گل شاپارنکو و یاریمچوک حساب هم 2-1 شد و اسلواکا دچار شکست شدند. منتخب رومانیا باشد بعد پیروزی بزرگ ضد اوکراینی ها در بازی دوم از بلژیا شکست خورد. دسته تدسکو هم البته پس از باخت به خود آمد و با شرافت گل تیلمنز و گل زیبای دیبروینه اکنون در این گروه همه 3 گلی دارند. در گروه اف دسته رونالدو ضد ترکان به میدان آمد و پیروزی آسان رسید. 3 گل به جواب پرتغالیان و دروازه دسته منتلا و اسیست رونالدو کل دقت ها را سوی خود کشید. رونالدو باشد چون بهترین اسیستنت در تاریخ یورو باز یک رکوردی دیگر زد. همزمان منتخب گرجستان هم توانست تاریخ سازی کند. مساوی آنها ضد چخیا برای این تیم گل نخستین را در یورو تامین کرده. جورج میکاوتادزه دومین گلش را در این مسابقه به ثمر رسانید. مساوی 1-1 میان این تیم‌ها البته برای گرجی‌ها هم شانس می‌دهد. این بود گپ و چپ اویدی همه بازی‌های دور دوم یورو. خیر.